شب چله بود. ته دریا ماهی پیر 12,000 تا از بچه ها و نوه هاش رو دور خودش جمع کرده بود و برای اونا قصه میگفت. یکی بود یکی نبود. یه ماهی سیاه کوچولو بود که با مادرش در جویباری زندگی میکرد. این جویبار از دیوارهای سنگی کوه بیرون میزد و ته دره روان میشد. خونه ماهی کوچولو و مادرش پشت سنگ سیاهی بود، زیر سقفی از خزه. شبا دوتایی زیر خزه ها می خوابیدن. ماهی کوچولو حسرت به دلش مونده بود که یک دفعه هم که شده مهتاب رو توی خونهشون ببینه. مادر و بچه صبح تا شب دنبال همدیگه می افتادن و گاهی هم قاطی ماهیای دیگه می شدن و تون تون توی یه تیکه جا می رفتن و برمیگشتن. این بچه یکی یه دونه بود، چون از 10,000 تخمی که مادر گذاشته بود تنها همین یه بچه سالم در اومده بود. چند روزی بود که ماهی کوچولو تو فکر بود و خیلی کم حرف میزد. با تنبلی و بیمیلی از این طرف به اون طرف میرفت و برمیگشت و بیشتر وقتا هم از مادرش عقب میافتاد. مادر خیال میکرد بچهش کسالتی داره که به زودی برطرف میشه. اما نگو که درد دل ماهی سیاه از چیز دیگه ایه. یه روز صبح زود آفتاب نزده ماهی کوچولو مادرش رو بیدار کرد و گفت مادر، میخوام با تو چند کلمه حرف بزنم. مادر خواب آلوده گفت بچه جون، حالا هم وقت گیر آوردی، حرفت رو بذار برای بعد، بهتر نیست بریم گردش؟ ماهی کوچولو گفت نه مادر، من دیگه نمیتونم گردش کنم، باید از اینجا برم. مادرش گفت حتما باید بری؟ ماهی کوچولو گفت آره مادر، باید برم. مادرش گفت آخه صبح به این زودی کجا میخوای بری؟ ماهی سیاه کوچولو گفت میخوام برم ببینم آخر جویبار کجاست. میدونی مادر، من ماه هاست تو این فکرم که آخر این جویبار کجاست و هنوز که هنوزه نتونستم چیزی سر در بیارم. از دیشب تا حالا چشم به هم نذاشتم و همش فکر کردم. آخرش هم تصمیم گرفتم خودم برم آخر جویبار رو پیدا کنم. دلم میخواد بدونم جاهای دیگه چه خبرایی هست. مادر خندید و گفت منم وقتی بچه بودم خیلی از این فکر را میکردم. آخه جانم، جویبار که اول و آخر نداره، همینه که هست. جویبار همیشه روونه و به هیچ جایی هم نمیرسه. ماهی سیاه کوچولو گفت آخه مادر جان، مگه نه اینه که هر چیزی به آخر میرسه؟ شب به آخر میرسه، روز به آخر میرسه، هفته، ماه، سال. مادرش میون حرفش دوید و گفت این حرفای گنده گنده رو بذار کنار، پاشو بریم گردش. حالا موقع گردش، نه این حرفا. ماهی سیاه کوچولو گفت نه مادر، من دیگه از این گردش ها خستم. میخوام راه بیفتم و برم ببینم جاهای دیگه چه خبرایی هست. ممکنه فکر کنی که یک کسی این حرفا رو به ماهی کوچولو یاد داده، اما بدون که من خودم خیلی وقت تو این فکرم. البته خیلی چیزا رو از این و اون یاد گرفتم. مثلا اینو فهمیدم که بیشتر ماهیا موقع پیری شکایت میکنن که زندگیشون رو بی خودی تلف کردن. دائم ناله و نفرین میکنن و از همه چیز شکایت دارن. من میخوام بدونم که راستی راستی زندگی یعنی این که تو یه تیکه جا هی بری و برگردی تا پیر بشی و دیگه هیچ، یا اینکه طور دیگه ای هم توی دنیا میشه زندگی کرد. وقتی حرفای ماهی سیاه کوچولو تموم شد مادرش گفت بچه جان، مگه به سرت زده دنیا دنیا؟ دنیا دیگه یعنی چی؟ دنیا همینجاست که ما هستیم، زندگی هم همینه که ما داریم. در این وقت ماهی بزرگی به خونه اونها نزدیک شد و گفت همسایه، سر چی با بچت بگو مگو میکنی؟ انگار امروز خیال گردش کردن ندارید. مادر ماهی به صدای همسایه از خونه بیرون اومد و گفت چه سال و زمونه ای شده، حالا دیگه بچه ها میخوان به مادرشون چیز یاد بدن. همسایه گفت چطور مگه؟ مادر ماهی گفت ببین این نیم وجبی کجاها میخواد بره، دائم میگه میخوام برم ببینم دنیا چه خبره. چه حرفای گنده گنده ای.
همسایه گفت کوچولو، ببینم تو از کی تا حالا عالم و فیلسوف شدی و ما رو خبر نکردی؟ ماهی کوچولو گفت خانوم، من نمیدونم شما عالم و فیلسوف به چی میگین. من فقط از این گردش ها خسته شدم و نمیخوام به این گردش های خسته کننده ادامه بدم و الکی خوش باشم. بعد یه دفعه چشم باز کنم ببینم مثل شماها پیر شدم و هنوزم همون ماهی چشم بستم که بودم. همسایه گفت وا چه حرفا. مادرش گفت من هیچ فکر نمی کردم بچه یکی یه دونم اینطوری عذاب در بیاد. نمیدونم کدوم بدجنسی زیر پای بچه نازنینم نشسته. ماهی کوچولو گفت هیچ کس زیر پای من ننشسته. من خودم عقل و هوش دارم و میفهمم. چشمم دارم و میبینم. همسایه به مادر ماهی کوچولو گفت خواهر، اون حلزون پیچ پیچیه یادت میاد؟ مادر گفت آره خوب گفتی. زیاد پاپی بچم میشد. بگم خدا چیکارش کنه. ماهی کوچولو گفت بس کن مادر، اون رفیق من بود. مادرش گفت رفاقت ماهی و حلزون دیگه نشنیده بودیم. ماهی کوچولو گفت منم دشمنی ماهی و حلزون نشنیده بودم، اما شماها سر اون بیچاره رو زیر آب کردید. همسایه گفت این حرفا مال گذشته است. ماهی کوچولو گفت شما خودتون حرف گذشته رو پیش کشیدید. مادرش گفت حقش بود بکشیمش. یادت رفته اینجا و اونجا که می نشست چه حرفایی می زد؟ ماهی کوچولو گفت پس منم بکشید، چون منم همون حرفا رو می زنم. چه درد سرتون بدم. صدای بگو مگو ماهیای دیگرم به اونجا کشوند. حرفای ماهی کوچولو همه رو عصبانی کرده بود. یکی از ماهی پیرها گفت خیال کردی به تو هم رحم میکنیم؟ یکی دیگه گفت فقط یه گوشمالی کوچولو میخواد. مادر ماهی سیاه گفت برید کنار، دست به بچم نزنید. یکی دیگه از اونا گفت خانوم، وقتی بچت رو اونطور که لازمه تربیت نمی کنی باید سزاشم ببینی. همسایه گفت من که خجالت میکشم در همسایگی شما زندگی کنم. دیگری گفت تا کارش به جاهای باریک نکشیده بفرستیمش پیش حلزون پیره. ماهیا تا اومدن ماهی سیاه کوچولو رو بگیرن دوستاشون رو دوره کردن و از معرکه بیرونش بردن. مادر ماهی سیاه توی سر و سینش میزد و گریه میکرد و میگفت وای بچم داره از دستم میره، چی کار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ ماهی کوچولو گفت مادر، برای من گریه نکن. به حال این پیر ماهی های درمونده گریه کن. یکی از ماهیا از دور داد کشید توهین نکن نیم وجبی. دومی گفت اگه بری و بعدش پشیمون بشی دیگه رات نمیدیم. سومی گفت اینا هوسای دوره جوونیه، نرو. چهارمی گفت مگه اینجا چه عیبی داره؟ پنجمی گفت دنیای دیگه‌ای در کار نیست، دنیا همینجاست، برگرد. ششمی گفت اگه سر عقل بیای و برگردی اون وقت باورمون میشه که راستی راستی ماهی فهمیده‌ای هستی. هفتمی گفت آخه ما به دیدن تو عادت کردیم. مادرش گفت به من رحم کن، نرو. ماهی کوچولو دیگه با اونا حرفی نداشت. چند تا از دوستای همسن و سالش اونو تا آبشار همراهی کردن و از اونجا برگشتن. ماهی کوچولو وقتی از اونا جدا می شد گفت دوستان به امید دیدار، فراموشم نکنید. دوستاش گفتن چطور میشه فراموشت کنیم؟ تو ما رو از خواب خرگوشی بیدار کردی. به ما چیزهایی یاد دادی که پیش از این حتی فکرش هم نکرده بودیم. به امید دیدار دوست دانا و بیباک. ماهی کوچولو از آبشار پایین اومد و افتاد توی یک برکه پرآب. اولش دست و پاشو گم کرد، اما بعد شروع کرد به شنا کردن و دور برکه گشت زدن. تا اون وقت ندیده بود که اون همه آب یک جا جمع بشه. هزارها کفچ ماهی توی آب وول می‌خوردن. ماهی سیاه کوچولو رو که دیدن مسخرش کردن و گفتن ریختشو باش، تو دیگه چه موجودی هستی؟ ماهی خوب وراندازشون کرد و گفت خواهش میکنم توهین نکنید. اسم من ماهی سیاه کوچولوه.
شما هم اسمتون رو بگید تا با هم آشنا بشیم. یکی از کفچه ماهی‌ها گفت ما همدیگر رو کفچه ماهی صدا می‌کنیم. دیگری گفت دارای اصل و نسب. دیگری گفت از ما خوشگل‌تر تو دنیا پیدا نمیشه. دیگری گفت مثل تو بیریخت و بدقیافه نیستیم. ماهی گفت من هیچ خیال نمی کردم شما اینقدر خودپسند باشید. باش، من شما رو میبخشم چون این حرفا رو از روی نادانی میزنید. کفچه ماهی‌ها یک صدا گفتن یعنی ما نادونیم؟ ماهی گفت اگه نادان نبودید میدونستید در دنیا خیلی های دیگر هم هستن که ریختشون برای خودشون خیلی هم خوشاینده. شما حتی اسمتون هم مال خودتون نیست. کفچه ماهی‌ها خیلی عصبانی شدن، اما چون دیدن ماهی کوچولو راست میگه از در دیگه‌ای در اومدن و گفتن اصلا تو بیخود به در و دیوار میزنی. ما هر روز از صبح تا شب دنیا رو میگردیم اما غیر از خودمون و پدر و مادرمون هیچ کس رو نمیبینیم مگر کرمای ریزه که اونا هم به حساب نمیان. ماهی گفت شما که نمیتونید از برکه بیرون برید، چطور از دنیا گردیدن میزنید؟ کفچه ماهی‌ها گفتن مگه غیر از برکه دنیای دیگه هم داریم؟ ماهی گفت دست کم باید فکر کنید که این آب از کجا به اینجا میریزه و خارج از آب چه چیزهایی هست. کفچه ماهی‌ها گفتن خارج از آب دیگه کجاست؟ ما که هرگز خارج از آب رو ندیدیم. به سرت زده بابا. ماهی سیاه کوچولو هم خندش گرفت. فکر کرد که بهتر کفچه ماهی‌ها رو به حال خودشون بذاره و بره. بعد فکر کرد بهتره با مادرشون هم 2 کلمه حرف بزنه. پرسید حالا مادرتون کجاست؟ ناگهان صدای زیر قورباغه‌ای اونو از جا پروند. قورباغه لب برکه روی سنگی نشسته بود. جست زد تو آب و اومد پیش ماهی و گفت من اینجام، فرمایش. ماهی گفت سلام خانوم بزرگ. قورباغه گفت حالا چه وقت خودنماییه موجود بی اصل و نسب؟ بچه گیر آوردی و داری حرفای گنده گنده میزنی؟ من دیگه اونقدر عمر کردم که بفهمم دنیا همین برکه است. بهتره بری دنبال کارتو، بچه های من از راه به در نبری. ماهی کوچولو گفت 100 تا از این عمرها هم که بکنی بازم یه قورباغه نادون و درمونده بیشتر نیستی. قورباغه عصبانی شد و جست زد طرف ماهی سیاه کوچولو. ماهی تکون تندی خورد و مثل برق در رفت و لای و لجن و کرمهای ته برکه رو به هم زد. دره پر از پیچ و خم بود. جویبارم آبش چند برابر شده بود. اما اگه میخواستی از بالای کوهها ته دره رو نگاه کنی جویبار رو مثل نخ سفیدی میدیدی. یه جا تخت سنگ بزرگی از کوه جدا شده بود و افتاده بود ته دره و آب رو 2 قسمت کرده بود. مارمولک درشتی به اندازه کف دست شکمش رو به سنگ چسبونده بود، از گرمی آفتاب لذت می برد و نگاه می کرد به خرچنگ گرد و درشتی که نشسته بود روی شنهای ته آب، اونجا که عمق آب کمتر بود، و داشت قورباغه‌ای رو که شکار کرده بود می خورد. ماهی کوچولو ناگهان چشمش افتاد به خرچنگ و ترسید. از دور سلامی کرد. خرچنگ چپ چپ بهش نگاهی کرد و گفت چه ماهی با ادبی، بیا جلو کوچولو، بیا. ماهی کوچولو گفت من میرم دنیا رو بگردم، هیچم نمیخوام شکار جنابالی بشم. خرچنگ گفت تو چرا اینقدر بدبین و ترسویی ماهی کوچولو؟ ماهی گفت من نه بدبینم و نه ترسو. من هر چی رو که چشم میبینه عقلم میگه به زبون میارم. خرچنگ گفت خب بفرمایید ببینم چشم شما چی دید و عقلتون چی گفت که خیال کردیم ما میخوایم شما رو شکار کنیم؟ ماهی گفت دیگه خودتو به اون راه نزن. خرچنگ گفت منظورت قورباغه است؟ تو هم که پاک بچه شدی بابا. من با قورباغه ها لجم و برای همین شکارشون میکنم. میدونی اینا خیال میکنن تنها موجود دنیا هستن و خوشبختم هستن. منم میخوام بهشون بفهمونم که دنیا واقعا دست کیه. پس تو دیگه نترس جانم، بیا جلو، بیا. خرچنگ این حرفا رو گفت و پسکی راه افتاد طرف ماهی کوچولو.
اونقدر خنده‌دار راه میرفت که ماهی بی اختیار خندش گرفت و گفت بیچاره تو که هنوز راه رفتن بلد نیستی، از کجا میدونی دنیا دست کیه؟ ماهی سیاه از خرچنگ فاصله گرفت. سایه‌ای بر آب افتاد و ناگهان ضربه محکمی خرچنگ رو توی شنها فرو کرد. مارمولک از قیافه خرچنگ چنان خندش گرفت که لیز خورد و نزدیک بود خودشم بیفته تو آب. خرچنگ دیگه نتونست بیرون بیاد. ماهی کوچولو دید پسر بچه چوپونی لب آب ایستاده و به اونو خرچنگ نگاه میکنه. یک گله بز و گوسفند به آب نزدیک شدن و پوزه هاشون رو تو آب فرو کردن. صدای معمع و بعبع دره رو پر کرده بود. ماهی سیاه کوچولو اونقدر صبر کرد تا بزها و گوسفندا آبشون رو خوردن و رفتن. اون وقت مارمولک رو صدا زد و گفت مارمولک جان، من ماهی سیاه کوچولو هستم که میرم آخر جویبار رو پیدا کنم. فکر میکنم تو جونور عاقل و دانایی باشی. اینه که میخوام چیزی ازت بپرسم. مارمولک گفت هرچی میخوای بپرس. ماهی گفت توی راه منو خیلی از مرغ سقا و اره ماهی و پرنده ماهی خار میترسوندن. تو اگه چیزی درباره اینا میدونی به من بگو. مارمولک گفت اره ماهی و پرنده ماهی خار که این طرفا پیداشون نمیشه، مخصوصا اره ماهی که تو دریا زندگی میکنه. اما سقاک همین پایینا هم ممکنه باش. مبادا فریبشو بخوری و توی کیسش بری. ماهی گفت چه کیسه ای؟ مارمولک گفت مرغ سقا زیر گردنش کیسه ای داره که خیلی آب میگیره. اون تو آب شنا میکنه و گاهی ماهیا ندونسته وارد کیسه اون میشن و یک راست میرن تو شکمش. البته اگه مرغ سقا گرسنش نباشه ماهیا رو تو همون کیسه ذخیره میکنه که بعد بخوره. ماهی گفت حالا اگر ماهی وارد کیسه شد دیگه راه بیرون اومدن نداره؟ مارمولک گفت هیچ راهی نیست مگر اینکه کیسه رو پاره کنه. من خنجری به تو میدم که اگر گرفتار مرغ سقا شدی این کارو بکنی. اون وقت مارمولک توی شکاف سنگ خزید و با خنجر بسیار ریزی برگشت. ماهی کوچولو خنجر رو گرفت و گفت مارمولک جان تو خیلی مهربونی، من نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم. مارمولک گفت تشکر لازم نیست جانم، من از این خنجرها خیلی دارم. وقتی بیکار میشم میشینم از تیغ گیاها خنجر میسازم و به ماهیهای دانایی مثل تو میدم. ماهی گفت مگه قبل از من ماهی از اینجا گذشته؟ مارمولک گفت خیلی ها گذشتن. اونا حالا دیگه برای خودشون دسته ای شدن و مرد ماهیگیر رو به تنگ آوردن. ماهی سیاه گفت میبخشی که حرف میاره. اگه به حساب فضولیم نمیذاری بگو ببینم ماهیگیر رو چطور به تنگ آوردن؟ مارمولک گفت آخه نه که با همین که ماهیگیر تور رو انداخت وارد تور میشن و تور رو با خودشون میکشن و میبرن ته دریا. مارمولک گوشش رو گذاشت روی شکاف سنگ و گوش داد و گفت من دیگه مرخص میشم، بچه هام بیدار شدن. مارمولک رفت توی شکاف سنگ و ماهی سیاه ناچار راه افتاد. اما همینطور سوال پشت سر سوال بود که دائم از خودش میپرسید ببینم راستی جویبار به دریا میریزه؟ نکنه که سقاک زورش به من برسه؟ راستی اره ماهی دلش میاد هم جنسای خودشو بکشه و بخوره؟ پرنده ماهی خار دیگه چه دشمنی با ما داره؟ ماهی کوچولو شناکنان میرفت و فکر میکرد. در هر وجب راه چیز تازه‌ای میدید و یاد میگرفت. حالا دیگه خوشش میومد که ملق زنان از آبشارها پایین بیفته و باز شنا کنه. گرمی آفتاب رو پشت خودش حس میکرد و قوت میگرفت. یه جا آهویی با عجله آب میخورد. ماهی کوچولو سلام کرد و گفت آهو خوشگله، چه عجله‌ای داری؟ آهو گفت شکارچی دنبالم کرده، یه گلوله هم به هم زده، ایناهاش. ماهی کوچولو جای گلوله رو ندید، اما از لنگ لنگان دویدن آهو فهمید که راست میگه. یه جا
لاک‌پشتا تو گرمای آفتاب چرت می‌زدن و جای دیگه قهقهه کبک‌ها توی دره می‌پیچید. عطر علف‌های کوهی تو هوا موج می‌زد و قاطی آب می‌شد. بعد از ظهر به جایی رسید که دره پهن می‌شد و آب از وسط بیشه‌ای می‌گذشت. آب اونقدر زیاد شده بود که ماهی سیاه راستی کیف می‌کرد. بعد هم به ماهی‌های زیادی برخورد. از وقتی که از مادرش جدا شده بود ماهی ندیده بود. چند تا ماهی ریزه دورشو گرفتن و گفتن مثل اینکه غریبه یا؟ ماهی سیاه گفت آره غریبه‌ام، از راه دوری میام. ماهی ریزه ها گفتن کجا میخوای بری؟ ماهی سیاه گفت میرم آخر جویبار رو پیدا کنم. ماهی ریزه ها گفتن کدوم جویبار؟ ماهی سیاه گفت همین جویباری که تو شنا میکنیم. ماهی ها گفتن ما به این میگیم رودخونه. ماهی سیاه چیزی نگفت. یکی از ماهی ریزه ها گفت هیچ میدونی مرغ سقا نشسته سر راه؟ ماهی سیاه گفت آره میدونم. یکی دیگه گفت اینم میدونی که مرغ سقا چه کیسه گل و گشادی داره؟ ماهی سیاه گفت اینم میدونم. ماهی ریزه گفت با اینمه بازم میخوای بری؟ ماهی سیاه گفت آره هر طوری شده باید برم. به زودی میون ماهیا چو افتاد که ماهی سیاه کوچولویی از راههای دور اومده و میخواد بره آخر رودخونه رو پیدا کنه و هیچ ترسی هم از مرغ سقا نداره. چند تا از ماهی ریزه ها وسوسه شدن که با ماهی سیاه برن، اما از ترس بزرگترا صداشون در نیامد. چند تا هم گفتن اگه مرغ سقا نبود با تو می اومدیم، اما ما از کیسه مرغ سقا می ترسیم. لب رودخونه دهی بود. زنا و دخترای ده توی رودخونه ظرف و لباس می شستن. ماهی کوچولو مدتی به هیاهوی اونها گوش داد و مدتی هم آبتنی بچه ها رو تماشا کرد و راه افتاد. رفت و رفت و رفت و باز هم رفت تا شب شد. زیر سنگی گرفت خوابید. نصف شب بیدار شد و دید ماه توی آب افتاده و همه جا رو روشن کرده. ماهی سیاه کوچولو ماه رو خیلی دوست داشت. شبهایی که ماه توی آب می افتاد ماهی دلش میخواست از زیر خزه ها بیرون بخزه و چند کلمه‌ای با اون حرف بزنه. اما هر دفعه مادرش بیدار می شد و اونو زیر خزه ها می کشید و دوباره می خوابوند. ماهی کوچولو پیش ماه رفت و گفت سلام ماه خوشگلم. ماه گفت سلام ماهی سیاه کوچولو، تو کجا؟ اینجا کجا؟ ماهی گفت جهانگردی می کنم. ماه گفت جهان خیلی بزرگه، تو نمیتونی همه جا رو بگردی. ماهی گفت باش، هر جا که تونستم میرم. ماه گفت دلم میخواست تا صبح پیشت بمونم، اما ابر سیاه بزرگی داره میاد طرف من که جلوی نورم رو بگیره. ماهی گفت ماه قشنگ، من نور تو رو خیلی دوست دارم، دلم میخواست همیشه روی من بتابه. ماه گفت ماهی جان، راستش من خودم نور ندارم، خورشید به من نور میده و منم اونو به زمین میتابونم. راستی تو هیچ شنیدی که آدما میخوان تا چند سال دیگه پرواز کنن بیان روی من بشینن؟ ماهی گفت این غیر ممکنه. ماه گفت کار سختیه، ولی آدما هر کار دلشون بخواد. ماه نتونست حرفشو تموم کنه. ابر سیاه رسید و روشو پوشوند و شب دوباره تاریک شد و ماهی سیاه تک و تنها موند. چند دقیقه مات و متحیر تاریکی رو نگاه کرد. بعد زیر سنگی خزید و خوابید. صبح زود بیدار شد. بالای سرش چند تا ماهی ریزه دید که با هم پچ پچ میکردن. تا دیدن ماهی سیاه بیدار شد یک صدا گفتن صبح بخیر. ماهی سیاه زود اونها رو شناخت و گفت صبح بخیر، بالاخره دنبال من راه افتادید؟ یکی از ماهی ریزه ها گفت آره، اما هنوز ترسمون نریخته. یکی دیگه گفت فکر مرغ سقا راحتمون نمیذاره.
ماهی سیاه گفت شما زیادی فکر میکنید. همش که نباید فکر کرد. راه که بیفتیم ترسمون به کلی میریزه. اما تا خواستن راه بیفتن دیدن که آب دور و برشون بالا اومد و سرپوشی روی سرشون گذاشته شد و همه جا تاریک شد و راه گریزی هم نموند. ماهی سیاه فوری فهمید که توی کیسه مرغ سقا گیر افتادن. ماهی سیاه کوچولو گفت دوستان، ما توی کیسه مرغ سقا گیر افتادیم، اما راه فرارم به کلی بسته نیست. ماهی ریزه ها شروع کردن به گریه و زاری. یکیشون گفت ما دیگه راه فراری نداریم. تقصیر توست که زیر پای ما نشستی و ما را از راه در بردی. یکی دیگه گفت حالا همه ما رو قورت میده و دیگه کارمون تمومه. ناگهان صدای قهقهه ترسناکی در آب پیچید. این مرغ سقا بود که میخندید و میگفت چه ماهی ریزه‌هایی گیرم اومده. راستی که دلم براتون میسوزه. هیچ دلم نمیاد قورتتون بدم. ماهی ریزه ها به التماس افتادن و گفتن حضرت آقای مرغ سقا، ما تعریف شما رو خیلی وقت پیش شنیدیم و اگه لطف کنید منقار مبارک رو یک کمی باز کنید که ما بیرون بریم همیشه دعاگوی وجود مبارک خواهیم بود. مرغ سقا گفت من نمیخوام همین حالا شما رو قورت بدم. ماهی ذخیره دارم. اون پایین رو نگاه کنید. چند تا ماهی گنده و ریزه ته کیسه ریخته بود. ماهی ریزه ها گفتن حضرت آقای مرغ سقا، ما که کاری نکردیم. ما بیگناهیم. این ماهی سیاه کوچولو ما رو از راه به در برده. ماهی کوچولو گفت ترسوها، خیال کردین این مرغ هیله‌گر معدن بخشایشه که اینطوری التماس میکنید؟ ماهی ریزه ها گفتن تو هیچ نمیفهمی چی داری میگی. حالا میبینی حضرت آقای مرغ سقا چطور ما رو میبخشن و تو رو قورت میدن. مرغ سقا گفت آره میبخشمتون، اما به یک شرط. ماهی ریزه ها گفتن شرطتون رو بفرمایید قربان. مرغ سقا گفت این ماهی فضول رو خفه کنین تا آزادیتون رو به دست بیارین. ماهی سیاه کوچولو خودش رو کنار کشید و به ماهی ریزه ها گفت قبول نکنید. این مرغ هیله‌گر میخواد ما رو به جون همدیگه بندازه. من نقشه ای دارم. اما ماهی ریزه ها اونقدر در فکر رهایی خودشون بودن که فکر هیچ چیز دیگر رو نکردن و ریختن سر ماهی سیاه کوچولو. ماهی کوچولو به طرف کیسه عقب نشست و آهسته گفت ترسوها، به هر حال گیر افتادید و راه فراری ندارید. زورتونم به من نمیرسه. ماهی ریزه ها گفتند باید خفت کنیم. ما آزادی میخوایم. ماهی سیاه گفت عقل از سرتون پریده. اگه منو خفه هم بکنید باز هم راه فراری پیدا نمی کنید. گولشو نخورید. ماهی ریزه ها گفتند تو این حرفو برای این میزنی که جون خودتو نجات بدی، وگرنه اصلا فکر ما رو نمی کنی. ماهی سیاه گفت پس گوش کنید راهی نشونتون بدم. من بین ماهیای بی جون خودم رو به مردن میزنم. اون وقت ببینیم مرغ سقا شما رو رها میکنه یا نه. و اگه حرف منو قبول نکنید با این خنجر همتون رو میکشم، یا کیسه رو پاره پاره میکنم و در میرم و شما. یکی از ماهیا وسط حرفش دوید و داد زد بس کن دیگه، من تحمل این حرفا رو ندارم. ماهی سیاه گریه اونو که دید گفت این بچه ننه نازنازو رو دیگه چرا همراه خودتون آوردین؟ بعد خنجرش رو در آورد و جلو چشم ماهی ریزه ها گرفت. اونا ناچار پیشنهاد ماهی کوچولو رو قبول کردن. دروغکی با هم زد و خوردی کردن و ماهی سیاه خودش رو به مردن زد و اونا بالا اومدن و گفتن حضرت آقای مرغ سقا، ماهی سیاه فضول رو خفه کردیم. مرغ سقا خندید و گفت کار خوبی کردین. حالا به پاداش همین کار همتون رو زنده زنده قورت میدم که توی دلم یک گردش حسابی بکنید. ماهی ریزه ها دیگه مجال پیدا نکردن. به سرعت برق از گلوی مرغ سقا رد شدن و کارشون ساخته شد. اما ماهی سیاه همون وقت خنجرش رو کشید و به یک ضربت دیواره کیسه رو شکافت و در رفت. مرغ سقا از درد فریادی کشید و سرش رو به آب کوبید، اما نتونست ماهی کوچولو رو دنبال کنه. ماهی سیاه رفت و رفت، باز هم رفت تا
ظهر شد. حالا دیگه کوه و دره تموم شده بود و رودخونه از دشت همواری میگذشت. از راست و چپ چند رودخونه کوچک دیگه هم به اون پیوسته بودن و آبش رو چند برابر کرده بودن. مایسیا از فراوونی آب لذت می‌برد. ناگهان به خود اومد و دید آب ته نداره. این ور رفت، اون ور رفت، به جایی نخورد. اونقدر آب بود که ماهی کوچولو توش گم شده بود. هر طور که دلش خواست شنا کرد و باز سرش به جایی نخورد. ناگهان دید یک حیوان دراز و بزرگ مثل برق به طرفش حمله میکنه. یه اره دودم جلوی دهنش بود. ماهی کوچولو فکر کرد همین حالاست که اره ماهی تیکه تیکش بکنه. زود به خودش جنبید و جا خالی کرد و اومد روی آب. بعد از مدتی دوباره رفت زیر آب که ته دریا رو ببینه. وسط راه به یک گله ماهی برخورد. هزارها هزار ماهی. از یکیشون پرسید: رفیق، من غریبه‌ام، از راه دور میام، اینجا کجاست؟ ماهی دوستاشو صدا زد و گفت: نگاه کنین، یکی دیگه. بعد به ماهی سیاه گفت: رفیق، به دریا خوش اومدی. یکی دیگه از ماهی‌ها گفت: همه ی رودخونه ها و جویبارا به اینجا میریزن، البته بعضی از اونا به باطلاق فرو میرن. یکی دیگه گفت: هر وقت دلت خواست میتونی داخل دسته ما بشی. ماهی سیاه کوچولو شاد بود که به دریا رسیده. گفت: بهتر اول گشتی بزنم، بعد بیام داخل دسته شما بشم. دلم میخواد این دفعه که تور مرد ماهیگیر رو در میبرید منم همراه شما باشم. یکی از ماهی‌ها گفت: همین زودیا به آرزوت میرسی. حالا برو گشتتو بزن، اما اگه روی آب رفتی مواظب ماهیخوار باش که این روزا دیگه از هیچ کس پروایی نداره. هر روز تا 4-5 تا ماهی شکار نکنه دست از سر ما بر نمیداره. اون وقت ماهی سیاه از دسته ماهیای دریا جدا شد و خودش به شنا کردن پرداخت. کمی بعد اومد به سطح دریا. آفتاب گرم میتابید و ماهی سیاه کوچولو گرمی سوزان آفتاب رو پشت خودش حس میکرد و لذت میبرد. آروم و خوش توی سطح دریا شنا میکرد و به خودش میگفت: مرگ خیلی آسون میتونه الان به سراغ من بیاد، اما من تا میتونم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ برم. البته اگر یه وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که میشم، مهم نیست. مهم اینه که زندگی یا مرگ من چه اثری در دیگران داشته باشه. ماهی سیاه کوچولو نتونست فکر و خیالش رو بیشتر از این دنبال کنه. ماهی خار اومد و اونو برداشت و برد. ماهی کوچولو لای منقار دراز ماهی خار دست و پا میزد، اما نمیتونست خودش رو نجات بده. ماهی خار کمرگاه اون رو چنان سفت و سخت گرفته بود که داشت جونش در میرفت. آخه یه ماهی کوچولو چقدر میتونه بیرون از آب زنده بمونه؟ ماهی فکر کرد که کاش ماهی خار همین حالا قورتش بده تا دست کم آب و رطوبت داخل شکم اون چند دقیقه جلوی مرگش رو بگیره. با این فکر به ماهی خار گفت: چرا منو زنده زنده قورت نمیدی؟ من از اون ماهی هایی هستم که بعد از مردن بدنشون پر از زهر میشه. ماهی خار چیزی نگفت. با خودش فکر کرد: ای حقه باز، چه کلکی تو کارته، نکنه میخوای منو به حرف بیاری که در بری. خشکی از دور نمایان شده بود و نزدیکتر و نزدیکتر میشد. ماهی سیاه با خودش فکر کرد: اگه به خشکی برسیم دیگه کار تمومه. این بود که گفت: میدونم که میخوای منو برای بچه هات ببری، اما تا به خشکی برسیم من مردم و بدنم کیسه پرزهری شده. چرا به بچه هات رحم نمی کنی؟ ماهی خار فکر کرد: احتیاطم خوب کاریه. تو رو خودم میخورم و برای بچه هام ماهی دیگه ای شکار میکنم. اما ببینم کلکی تو کار نباشه. نه، هیچ کاری نمیتونی بکنی. ماهی خار تو همین فکرها بود که دید بدن ماهی سیاه شل و بی حرکت موند. با خودش فکر کرد: یعنی مرده؟ حالا دیگه خودم هم نمیتونم بخورمش. ماهی بین نرم و نازکی رو بی خود حروم کردم. این بود که ماهی سیاه رو صدا زد که بگه: آهای کوچولو،
هنوز نیمه جونی داری که بتونم بخورمت؟ اما نتونست حرفش رو تموم کنه، چون همین که منقارش رو باز کرد ماهی سیاه جستی زد و پایین افتاد. ماهی خار دید بدجوری کلاه سرش رفته، افتاد دنبال ماهی سیاه کوچولو. ماهی مثل برق تو هوا شیرجه میرفت. از اشتیاق آب دریا بیخود شده بود و دهن خشکش رو به باد مرطوب دریا سپرده بود. اما تا رفت توی آب و نفسی تازه کرد، ماهیخوار مثل برق سر رسید و این بار چنان به سرعت ماهی رو شکار کرد و قورت داد که ماهی تا مدتی نفهمید چه بلایی به سرش اومده. فقط حس می کرد که همه جا مرطوب و تاریکه و راهی نیست و صدای گریه میاد. وقتی چشماش به تاریکی عادت کرد، ماهی بسیار ریزی رو دید که گوشه‌ای کز کرده بود و گریه می کرد و مادرش رو می خواست. ماهی سیاه نزدیک شد و گفت کوچولو در فکر چاره‌ای باش، گریه میکنی و مامانتو میخوای که چی؟ ماهی ریزه گفت تو دیگه کی هستی؟ مگه نمیبینی دارم از بین میرم؟ مادر من دیگه نمیتونم با تو بیام تور ماهیگیر رو ته دریا ببرم. ماهی کوچولو گفت بس کن بابا، تو که آبروی هرچه ماهی پاک بردی. وقتی ماهی ریزه جلوی گریهش رو گرفت، ماهی کوچولو گفت من میخوام ماهیخوار رو بکشم و ماهی‌ها رو آسوده کنم، اما قبلش باید تو رو بیرون بفرستم که رسوایی بار نیاری. ماهی ریزه گفت تو که خودت داری میمیری، چطور میخوای ماهیخوار رو بکشی؟ ماهی کوچولو خنجرش رو نشون داد و گفت از همین تو شکمش رو پاره میکنم. حالا گوش کن ببین چی میگم. من شروع میکنم به وول خوردن و اینور و اونور رفتن که ماهیخوار قلقلکش بگیره و همین که دهنش باز شد و شروع کرد به قاقا خندیدن تو بیرون بپر. ماهی ریزه گفت پس تو خودت چی؟ ماهی کوچولو گفت فکر منو نکن، من تا این بدجنس رو نکشم بیرون نمیام. ماهی سیاه این رو گفت و شروع کرد به وول خوردن و اینور و اونور رفتن و شکم ماهیخوار رو قلقلک دادن. ماهی ریزه دم در معده ماهیخوار حاضر ایستاده بود. تا ماهیخوار دهنش رو باز کرد و شروع کرد به قاقا خندیدن، ماهی ریزه از دهن ماهیخوار بیرون پرید و در رفت و کمی بعد در آب افتاد. اما هرچی منتظر موند از ماهی سیاه خبری نشد. ناگهان دید ماهیخوار همینطور پیچ و تاب میخوره و فریاد میکشه، تا اینکه شروع کرد به دست و پا زدن و پایین اومدن و بعد شلپی افتاد توی آب و باز دست و پا زد تا از جنب و جوش افتاد. اما از ماهی سیاه کوچولو هیچ خبری نشد و تا به حال هم هیچ خبری نشده. ماهی پیر قصهش رو تموم کرد و به 12,000 بچه و نوش گفت دیگه وقت خوابه بچه ها، برید بخوابید. بچه ها و نوه ها گفتن مادر بزرگ نگفتی اون ماهی ریزه چطور شد؟ ماهی پیر گفت اونم بمونه برای فردا شب، حالا وقت خوابه، شب بخیر. 11,999 ماهی کوچولو شب بخیر گفتن و رفتن خوابیدن. مادر بزرگ هم خوابش برد، اما ماهی سرخ کوچولویی هر چه کرد خوابش نبرد. شب تا صبح همش تو فکر دریا بود.